من به نزد قماندان رفتم. در فکر قماندان قرباتک هستید؟ هم در فکری او هستم، هم در فکری چیزی دیگر. فکرها هیچ تمام نمی شوند. حادثه شد که من بیخبرم. با من نقل کنید. قول میدم که با کسی نمیگویم. گپ زنید که میدونی قریب بود که پدر می شدم. چی؟ ایلیم؟ حامله بود. ما مجبور بودیم که یک مدت پنهان کنیم. یعنی مجبور بودیم. بعد مقصد داشتیم که گوییم. وقتی که به جستجوی آتش رفتیم، ما به دست تروریستان افتیدیم. میدونید ما کوشش کردیم که تاب بیاریم، اما بیرحمانه لطکوب کردند. ایلیم در زمین بود. با شکمش زدن گرفتند. لعنتی ها. جانمان رو در همانجا گرفتند. گمان کردم که قلبم را کنده گرفتند. اکا چرا شما به ما چیزی نگفتید؟ اینقدر عذاب را پنهان کردن ممکن است؟ ممکن است. ممکن بوده است. بلا زند که ممکن بوده است. من از نگاه کردن به چشم ایلیم شرم می دارم. من در اونجا بودم. همش در پیش چشمانی من شد. من چیزی کرده نتوانستم. دختری بیچاره در زمین. رزیل ها او را لطوکوب کردند. من اونجا بودم، نمسکر اونجا بودم. کاری کرده نتوانستم. او در زمین بود. شما رنج زیاد دیده اید. اکا خواهش میکنم دختر را تنها نگذارید. حاضر او به شما سخت نیاز دارد. هرچند به این حق ندارم، اما نه، تو حق هستی. درست میگویی دادرم. اکای عزیزم تشکر. آخر چی خیلی؟ این چی بدبختی؟ چطور ما این رو نفهمیدیم؟ مراردم
اگر پسردار شویم او را فاتح نام میگذاریم؟ ها البته. تشکر به تو عزیزم. تشکر. رفتیم. پدر ملیسا رو کشتن میگوین، راست است مگر؟ یگان خبر نداشتی؟ نه، این کار که شد؟ دیروز میگو